با باقی مانده خاطر که در خانه هستم جمعه آینده اگر که نماز خوانید براتون جواب خواهیم داد. خب در آخر یک چیزی را که در مجلس این سحر گذشته براتون بیان میکنم. تمام تویها مرد فقط در دوره اویله گذرانده شود. مکتب به نقاب رفتن قطعیاً مخ. سیوم زمین ها این نزد خانگی در حتما نظارت کرده شود از طرف جماعت و از طرف حکومت دولتی که در چه حالت قرار دارد، یعنی که به حالت سانیتری جوابگوان یا نیستن زمین های حولی مردم با گرد اطراف خانه‌دارشون. خب چاره‌بینی های سیاسی همشون مرد، از آن جمله بزکشی من، آش نهار من، افطار من، عید من، حج من، تراویح با ختم قرآن عظیم شان من، حالت فوق‌العاده در تمام جمهوری اعلام کرده شود و در برابرش از پگاه تمام مسجدها نماز خواندن و جماعت برپا کردن، خواه 5 وقته خواه غیر 5 وقته. برادران گرامی من انا برادران گرامی چه خداوند محروم میگردونه. به قدر اینه رسیدی نماز بریا خوندی در مسجد ساعت 2 آمدی انا که برای در خانت خوره نه جمعه خوندی نه جماعات فقط مردم آورد کردی برای در خانت خوره. پروردگار رو به درگاه بی‌نیاز دارم. خداوند در این ماه رمضان در ماه گذشته کسانی بودن که در تراویح نبودن، گفتن ماه سال آینده میخوانیمش. یک قسمتش مرده، قسمت دیگر روش زنده راه که این سال تراویح دیگر در خوابش میبینه در مسجد. کسانی از ختمه گرفتن در سالهای گذشته، گفتن این ختمه درازه، برادر که برای قطعی زنت کدام سوره را میخوانی خواندن بگی در خونه. پروردگار رو محروم نگردان ماندگان را از خانه خدا. خداوند دو تمام بیماری ها و مشکلات را از بین مردم برداشته بگردان. مسلمان ها را از دیدار هم دیگر پروردگار را ناامید نگردان. مسافرها را ساق سلامت با تن صحت که امروز دیگر پدر و مادر اونها و در فکر مال اونها هست و در فکر پول اونها هست، فقط سلامتی فرزندها میخواهد. پروردگار و سخت سلامت برگرد. خداوند از این عذاب مسلمان ها را در امان نگه بدار. پروردگار بندگان است که به امید آن بودند که ماه رمضان میآید نمازخوان میشوند، در مسجد عبادت میکنند. خداوند که این سال از مسجد از عبادت محروم گرداندی، پروردگار مسجدها را در هوش کشاده بگردان و خداوند این وطن ما را از تمام این بیماری ها و از این امراض که رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعاشون گفته بودن اللهم انی اعوذ بک، پروردگار به تو پناه میبرم از درد و رنج هایی که توابت نمییابند. خداوند را نگهبان باش. پروردگار با امید خانه ها را یک ماه پیش تلفن کردیم و اونها را خبردار کردیم بسیار اگه خوبی این سال در مسجد ها خط میگذاریم. پروردگار از این امید ما کردیم. تو احتیاج به عبادتی ما نداری، ما احتیاج به عبادتی تو داریم. خداوند از این عبادت های بزرگ ما را محروم نگردانی. الها خود میدانی که تا جمعه دیگر تا رمضان چی می شود. پروردگار را به فضل و کرمت یا الله از پیر و جوانها از زن و مردهای ما را خداوند کریم و رحیم در راه صراط مستقیم هدایت فرما و این بیماری ها و این عذاب ها را خداوند سبب هدایت ما قرار بده و سبب استغفار ما قرار بده. پروردگار از اون شخص از اون لذتی که در ماه مبارک رمضان می‌بریم از اون محروم ما گردانیدی.
خداوند با فضل و کرامت از رحمتت محروم نگردان و در عذابت گرفتار نکن. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وفي الملائ الأعلى إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار هستی التجا دارم که جنازه برادرها را یا جنازه ما را به سبب این بیماری‌های توبه نشانده خداوند در بین مردم قرار داده. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. همگی برادران گرامی وظیفه‌دار هستم که دعا کنم و هر چیزی که در خیر و احسان‌های میکنن انشاءالله در خیرها بسته نشده است. و برادران گرامی در آخر همین قدر گفتنی هستم که شاید جمعه دیگر هم دیگر نمیبینیم که ماه مبارک رمضان است. برای همه شما این ماه مبارک رمضان تبریک و تحیات میگویم و پروردگار عظیم الشان بازم دعا میکنم که خداوند کریم رحیم با رحمت خویش با برکت این سایه افکندن این ماه مبارک رمضان تمام مردم جمهوری ما از این بیماری و از این مشکلات خداوند در حفظ و امانتش نگه داره برحمتك یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.